Speaking of issues, isn't that your ex-wife? Speaking of issues, isn't that your ex-wife? Speaking of issues, isn't that your ex-wife? سلام دوستان عزیزم، من وحید هستم. به کانال انگلیشیرز خیلی خوش اومدید. امروز قراره با هم قسمت دوم سریال فرندز رو بررسی کنیم. یه بار دیگه مکالمه رو گوش بدیم. Speaking of issues, isn't that your ex-wife? Speaking of issues, isn't that your ex-wife? خب حالا لغات به هم ریخته رو من میارم. 20 ثانیه فرصت داریم که این مکالمه رو حدس بزنیم. خب حالا جواب این مکالمه این میشه. Speaking of issues, isn't that your ex-wife? Speaking of issues, isn't that your ex-wife? ترجمهش: حالا که صحبت از مشکلات شد، اون زن سابقت نیست؟ حالا که صحبت از مشکلات شد، اون زن سابقت نیست؟ و نکات این مکالمه. Speaking of یه عبارت محاوره‌ایه که ازش تو مکالمات واقعی خیلی استفاده میکنن. کاربردش هم اینه که وقتی کسی داره در مورد یه موضوعی صحبت میکنه، تو از این speaking of استفاده میکنی تا موضوع صحبت رو به یه چیز مرتبط دیگه‌ای ربط بدی. در واقع خب ترجمهش این میشه: حالا که صحبت از فلان شد، یا حالا که حرفش شد. مثلا حالا که صحبت از غذا شد من گرسنه‌ام. حالا که صحبت از غذا شد من گرسنه‌ام. از این ساختار speaking of استفاده میشه. یا حالا که صحبت از تعطیلات شد، سفرت رو رزرو کردی؟ و نکته بعدی اینه که همیشه بعد از speaking of یه اسم میاد. مثلا speaking of money, speaking of movies, speaking of problems. و ساختار بعدی isn't that your ex-wife. isn't that your ex-wife یک سوال تأکیدیه که ساختاری منفی داره. یعنی چی یک سوال تأکیدیه؟ یعنی که از مخاطب انتظار این رو داریم که در جواب این سوال جواب مثبت رو بشنویم. مثلا در اینجا یعنی اون زن سابقت نیست؟ یا یه مثال دیگه: اون ماشین نیست که اونجاست؟ از این ساختار استفاده میشه. اون دختری نیست که تو کافه دیدمش؟ همگی از این ساختار استفاده میکنن. اکس یعنی سابق و اکس وایف یعنی زن سابق. حالا میریم سراغ 2 مثال کاربردی دیگه که از این ساختارها استفاده میکنند. خب مثال اول: Speaking of birthdays, did you get Anna a present? ترجمهش: حالا که صحبت از تولد شد، برای آنا کادو گرفتی؟ اینجا speaking of birthdays یعنی حالا که صحبت از تولد شد. بریم سراغ مثال دوم. Speaking of movies, have you seen the new Marvel film? حالا که صحبت از فیلم شد، فیلم جدید مارول رو دیدی؟ اینجا هم speaking of movies میشه حالا که صحبت از فیلم شد. Whose little ball of paper is this? Whose little ball of paper is this? Whose little ball of paper is this? خب یه بار دیگه مکالمه رو گوش بدیم. Whose little ball of paper is this? لغات به هم ریخته رو من میارم و 20 ثانیه فرصت داریم. بسیار خوب. و جمله این مکالمه: Whose little ball of paper is this? Whose little ball of paper is this? این کاغذ مچاله شده کوچولو مال کیه؟
ترجمهش این هست و نکات این جمله. در اینجا از ساختار whose به علاوه اسم استفاده شده و یه ساختار بسیار رایج برای پرسیدن مالکیت استفاده میشه. مثلا وقتی میخوای بگی که این گوشی مالکیه، از این ساختار استفاده میکنی، یا این کفش مالکیه، از این ساختار استفاده میکنی. و نکته بعدی little ball of paper هستش، یعنی کاغذ مچاله شده کوچولو. خب میریم سراغ دو مثال دیگه که این ساختار رو دارند. Whose jacket is that on the chair؟ اون ژاکتی که روی صندلیه مال کیه؟ اون ژاکتی که روی صندلیه مال کیه؟ و مثال دوم Whose idea was that؟ اون ایده مال کی بود؟ اون ایده مال کی بود؟ اینجا همشون از ساختار whose به علاوه اسم استفاده میکنن که مالکیت رو دارن نشون میدن. اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بوده، خوشحال میشم لایک کنی، کانال رو سابسکرایب کنی تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. As far as my parents are concerned, Ross can do no wrong. As far as my parents are concerned, Ross can do no wrong. As far as my parents are concerned, Ross can do no wrong. بریم سراغ مکالمه سوم. As far as my parents are concerned, Ross can do no wrong. یه بار دیگه. As far as my parents are concerned, Ross can do no wrong. امیدوارم که به درستی حدس زده باشین، ولی اگه حدس نزدین این لغات به کمکتون میاد. 20 ثانیه فرصت دارید. خب و اما این مکالمه As far as my parents are concerned, Ross can do no wrong. ترجمهش از نظر بابا مامان من راس هیچ نقصی نداره. خب حالا نکات این جمله. اولین نکته ساختار as far as someone is concerned. As far as someone is concerned ساختار بسیار رایجیه برای گفتن نظر یه نفر استفاده میشه. یعنی از نظر فلانی و تا جایی که به فلانی مربوط میشه. وقتی میخوای بگیم از نظر فلانی یا از نظر کسی یا تا جایی که به فلان نفر مربوط میشه، از این ساختار as far as someone is concerned استفاده میکنیم. مثلا از نظر من این ایده بدیه، یا تا جایی که به شرکت مربوط میشه همه چیز خوبه. همشون از این ساختار استفاده میکنه. Can do no wrong در اینجا یه اصطلاحه به این معنی که از نگاه بقیه طرف بی‌عیب و نقصه. مثلا از نگاه مامانم برادر کوچیکترم هیچ وقت اشتباه نمیکنه. از این ساختار استفاده میکنه. حالا بریم سراغ دو مثال کاربردی دیگه که از این ساختارها تو جملاتشون استفاده میکنن. میگه که as far as my teacher is concerned, Ali can do no wrong. از نظر معلمم علی هیچ نقصی نداره. خب این هم can do no wrong رو داخلش داره، هم as far as someone is concerned رو داره که اون someone اینجا جاش رو به my teacher داده. مثال دوم As far as the customers are concerned, the product is too expensive. از نظر مشتری ها این محصول خیلی گرونه. از نظر مشتری ها این محصول خیلی گرونه. How
do you fit into this whole thing? How do you fit into this whole thing? How do you fit into this whole thing? خب بریم مکالمه آخر رو ببینیم. How do you fit into this whole thing? یه بار دیگه مکالمه رو ببینیم. How do you fit into this whole thing? خب لغات به هم ریخته رو بیاریم و 20 ثانیه شما. بسیار خوب. و ببینیم که جمله چی بوده. میگه که How do you fit into this whole thing? How do you fit into this whole thing? و ترجمهش تو کجای این ماجرا قرار میگیری؟ تو کجای این ماجرا قرار میگیری؟ نکته و ساختار اصلی مهم این جمله fit into هستش. خوب دقت کنید. fit into یک کاربردش و یک ترجمهش میشه نقش داشتن. یعنی توی یک رابطه یا توی یک پروژه یا تو هر چیزی اصلا کلا نقشش چیه. این میشه یک کاربردش. کاربرد دومش بحث فیزیکی مطرحه. یعنی جا میشه یا نه. بحث فیزیکی مطرحه که آیا جا میشه تو اون فضا یا نه. بنابراین اگه بخوام تو مکالمات روزمرهمون از کسی بپرسیم که نقشش تو این ماجرا چیه یا تو رابطه چیه یا توی پروژه چیه، از ساختار fit into استفاده میکنیم. مثلا یه مثال بزنم. وقتی چند نفر دارن یه کاری رو انجام میدن گروهی، مثلا یه کاری پروژه‌ای دارن انجام میدن، تو تازه وارد اون پروژه شدی، تو تازه وارد اون تیم شدی، بعد یکی ازت میپرسه که how do you fit into this؟ تو این پروژه، تو این قضیه کار چیه، نقش چیه؟ پس یادمون باشه که fit into یعنی نقش داشتن توی یه کاری. کار دو باشن که گفتیم، یعنی این که اندازه هست یا تو اون فضا جا میشه یا نه. بحث فیزیکی مطرحه. مثلا این که این مبل بزرگ تو اتاق کوچیک من جا نمیشه. درسته؟ خب این از fit into استفاده میکنه. حالا بذارید من دو مثال دیگه بگم که این ماجرا براتون جا بیفته. من نکته آخر این جمله هم this whole thing هست، یعنی کل ماجرا یا همه اتفاق. حالا بریم سراغ مثال هامون. مثال اول How do you fit into the project؟ تو این پروژه چه نقشی داری؟ درسته؟ برای نقش داشتن، این نقش داشتن اینجا مهمه برای fit into و کاربرد نقش داشتن رو میرسونه که موقعیت اجتماعی رو نشون میده. این میشه کاربرد اول fit into. کاربرد دومش رو تو مثال بعدی میبینیم. Will all these clothes fit into one suitcase؟ همه این لباس ها توی چمدون جا میشه برای فضا یا اندازه. این کاربرد دومش. خب میرسیم به بخش آخر این ویدیوی آموزشی که هستش مرور مطالب. ما 4 تا جمله‌ای که داشتیم رو با هم مرور میکنیم و نکات اصلیشی رو با هم بررسی میکنیم دوباره. خب جمله اول این بود که Speaking of issues, isn't that your ex-wife؟ ترجمهش این میشه حالا که صحبت از مشکلات شد، اون زن سابقت نیست؟ Speaking of نکته این جمله است. یعنی چی؟ یعنی حالا که صحبتش شد. حالا که صحبتش شد. و این ایشوز هم میتونه جاش رو به اسامی دیگه بده. حتما ایشوز نمیتونه باشه. مثلا میتونه باشه speaking of problems، حالا که صحبت از مشکلات شد. speaking of movies، حالا که صحبت از فیلم شد. و این ساختار محاوره‌ای رو حتما یاد بگیرید. Whose little ball of paper is this؟ ترجمهش این کاغذ مچاله شده کوچولو مال کیه؟ اینجا از ساختار whose استفاده شده. whose بعدش حتما باید اسم بیاد و این ساختار یعنی مال کیه. وقتی میخوای بگی یه چیز مال کیه از این ساختار استفاده میکنی. و little ball of paper
به معنی کاغذ مچاله شده کوچولو هستش. و جمله سوم As far as my parents are concerned, Ross can do no wrong. و ترجمهش از نظر بابا مامان من راس هیچ نقصی نداره. As far as someone is concerned به طور کلی یعنی از نظر کسی. حالا این میتونه باشه as far as my parents are concerned یعنی از نظر پدر مادر من. As far as my teacher are concerned از نظر معلم من. و این ساختار رو به خوبی یاد بگیرید. و اصطلاح بعدی can do no wrong هستش. یعنی اینکه یه نفر از دید بقیه بیعیب و نقصه. در اینجا راس از دید پدر مادرش بیعیب و نقصه. و جمله آخر How do you fit into this whole thing که میشه تو کجای این ماجرا قرار میگیری. fit into یعنی جا گرفتن یا نقش داشتن. هم برای فضا استفاده میشه که آیا جا میشه یا نه و هم برای موقعیت اجتماعی استفاده میشه که ببینید نقشش چیه کلا. خب بچه‌ها اینم از مکالمات امروز. امیدوارم که یاد گرفته باشین و به خوبی تو مکالماتتون استفاده کنید. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.